در زمان یکی از پادشاهان قدیم ایران، قانونی عجیب وجود داشت. هر روز صبح، شاه باید اولین کسی باشد که از خواب بیدار می شود. اگر دیر از خواب بیدار می شد، درباریان اجازه داشتند او را مسخره کنند. یک روز، شاه حسابی خسته بود و خوابش سنگین شد. وزیر مخصوصش که همیشه او را بیدار می کرد، ترسید که شاه عصبانی شود، پس تصمیم گرفت یک نقشه بکشد. وزیر سریع همه درباریان را از خواب بیدار کرد و گفت: همه باید وانمود کنیم که شاه اول بیدار شده است. وقتی شاه بیدار شد، با تعجب دید که همه درباریان مدتی است که بیدارند و مشغول کار. او با غرور گفت: ببینید که من همیشه زودتر از همه بیدار می‌شوم. اما ناگهان دلقک دربار که همیشه دنبال دردسر بود، خندید و گفت: ای پادشاه، تو زودتر از همه بیدار نشدی. ما فقط دیرتر از تو خوابیدیم. همه درباریان خندهشان گرفت و شاه مجبور شد قانون را تغییر دهد. نظر بده، خوشت اومد.